این شگفتی ها باعث شده که انسان تبدیل بشه به اون چیزی که خداوند در نهایت اسمش رو گذاشت اشرف مخلوقات. یکی از این شگفتی ها کاری هستش که ما انجام میدیم، کلیه، چیزی که اصطلاحاً بهش میگیم یک ساختار لوبیایی شکل. من دوست دارم بهش بگم لوبیای سحرآمیز، به خاطر شگفتی های زیادی که داره، کارهای جالبی که انجام میده، نظم زیادی که داره، کارهایی که اصلا تو فکر ما نمی گنجه. ما همیشه فکر کردیم کلیه یک ارگانیه، یک پالایشگاه‌ست برای دفع زوائد، دفع سمومی که در بدن هر روز و هر ساعت و هر دقیقه داره تولید میشه، اما کلیه اینطوری نیست.